ثبت دست کم 700 کشته و بیش از 300 مجروح در زلزله قدرتمند و نادر در مراکش. وزارت کشور مراکش اعلام کرد دست کم 700 نفر جان خود را از دست دادند و 330 نفر نیز مجروح شدند. حال دست کم 51 مجروح نیز وخیم گزارش شده است. مقامات مراکشی در نخستین گزارش رسمی خود در ساعات اولیه بامداد شنبه تعداد قربانیان را 296 نفر اعلام کرده بودند که بیشتر آنها در رباط، پایتخت این کشور و 5 استان نزدیک به مرکز زمین لرزه ساکن بودند. 153 نفر دیگر نیز با جراحات وارده به بیمارستان منتقل شدند. مرکز ملی تحقیقات علمی و فنی مراکش مستقر در رباط اعلام کرد که طبق ارزیابی‌های اولیه این زمین لرزه در استان‌های حوض، مراکش، ورزات، شیشاوه و تارودان خسارت ایجاد کرده و قربانی گرفته. رسانه‌های مراکشی می‌گویند که این قوی‌ترین زمین لرزه‌ای است که تا به امروز در این کشور رخ داده و تلویزیون مراکش نیز تصاویر بعد از زلزله را نشان داد که بسیاری از مردم از ترس پس لرزه‌های شدید بیرون از خانه‌های خود حضور دارند. مرکز این زمین لرزه روز جمعه در نزدیک شهر آقیل در استان حوض تقریباً در 70 کیلومتری جنوب مراکش بود. سازمان زمینشناسی ایالات متحده اعلام کرد که مرکز زمین لرزه 18 کیلومتری زیر سطح زمین بوده، در حالی که آژانس لرزه‌نگاری مراکش آن را در عمق 11 کیلومتری عنوان کرد. طبق گزارش‌ها زمین لرزه‌های کم عمق خطرآفرین هستند. زلزله در شمال آفریقا تقریباً نادر است. زمین لرزه‌ای که در سال 1960 به بزرگی 5.8 ریشتر در نزدیک شهر اگادیر مراکش رخ داد، هزاران کشته بر جای گذاشت. زلزله اگادیر باعث تغییرات گسترده‌ای در قوانین ساخت و ساز در مراکش شد، اما بسیاری از ساختمان‌ها به ویژه خانه‌های روستایی برای مقاومت در برابر چنین لرزشی ساخته نشده بودند. تصاویر دیگری به صورت آنلاین به اشتراک گذاشته شده است که مردمی را نشان می‌دهد که در نزدیک مسجد کتیبه متعلق به قرن 12 و یکی از مشهورترین مکان‌های دیدنی شهر در حال دویدن و فریاد زدن هستند. رسانه‌های مراکشی گزارش دادند که مسجد آسیب دیده است، اما وسعت آسیب هنوز مشخص نیست. جالب است بدانید که مناره این مسجد 69 متر طول دارد و با نام بام مراکش شناخته می شود. مراکشی‌ها همچنین ویدیوهایی را منتشر کردند که نشان می دهد بخش‌های از دیوارهای قرمز معروف اطراف شهر قدیمی مراکش که یک سایت میراث جهانی یونسکو نیز به حساب می آید آسیب دیده است. رسانه‌های محلی گزارش دادند که جاده‌های منتهی به منطقه کوهستانی در اطراف مرکز زمین لرزه به دلیل ریزش کوه مسدود شد و تلاش‌های امداد و نجات را کند و کندتر کرده است. سازمان زمینشناسی ایالات متحده اعلام کرد که شدت اولیه این زمین لرزه در ساعت 11:11 شب به وقت محلی 6.8 ریشتر بوده که چند ثانیه به طول انجامید. این نهاد همچنین گزارش داد که پس لرزه‌ای به بزرگی 4.9 ریشتر 19 دقیقه بعد از وقوع زلزله اصلی رخ داد. در جریان این زلزله سهمگین شاید تنها عکسی که سوژه خبرنگاران شد تصویر مربوط به فردی بود که پا برهنه همراه با PS5 خود پا به فرار از خانه خود گذاشته بود که این در جای خود بسیار جالب بود. در میان تمامی اخبارات شاید عجیب ترین اخباری که جنجال به پا کرد پیشبینی جدید زلزله شناس هلندی بود، فرانک هوگوبیتس، که پیش از این با پیشبینی زلزله ترکیه مشهور شده بود، حال با توییت چند روز پیشش که احتمال زلزله در مناطقی نزدیک به مراکش را مطرح کرده بود دوباره سر زبانها افتاد. دوستان عزیز، در بخش کامنت ها اعلام کنید که شدیدترین زلزله‌ای که در کل جهان اتفاق افتاده چند ریشتر بوده و در کجا رخ داده. و به انتهای این ویدیو رسیدیم. چنانچه این ویدیو برات جالب بوده، دوست داشتی، حتما لایک رو بزن، کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله بغلش رو هم فعال کن تا ویدیوهای آینده. خدا نگهدار.